حتما شما هم شنیدید که میگن کود دامی نپوسیده رو نباید استفاده کرد. من اینجا 5 تا از مهمترین تفاوت‌های کود دامی پوسیده و نپوسیده رو براتون میگم. تصمیم گیری نهایی با شما. اولین تفاوتشون برمیگرده به فرم و پایداری عناصر غذایی این کودها. توی کود نپوسیده مواد معدنی به فرم خام و ناپایدار هستن. به راحتی شسته و از دسترس گیاه خارج میشن. اما توی فرایند کمپوست سازی عناصر به فرم کاهش یافته و قابل جذب در میان و درون توده‌ای با جمعیت میکروبی فعال و پایدار قرار میگیرن. تفاوت بعدی این که کود نپوسیده حاوی میکروب‌های بی‌هوازی و پاتوژن‌های مضره که از عناصر غذایی ترکیبات سمی مثل آمونیا، فسفین و سولفید گوگرد تولید میکنن که برای ریشه خطرناکه. در مقابل کمپوست حاوی میکروارگانیسم‌های هوازیه که به تجزیه مواد آلی کمک کرده، باعث بهبود ساختمان خاک، افزایش نفوذپذیری و تحریک رشد ریشه‌ها میشن. سومین تفاوت این که کود نپوسیده حاوی پاتوژن‌ها و بذور علف‌های هرزه، در حالی که چون توی فرآیند کمپوست سازی دما بالا میره، پاتوژن‌ها و بذور علف‌های هرز اغلب از بین میرن. مورد چهارم این که کود نپوسیده معمولاً دارای غلظت بالای نمک و ترکیبات آمونیاکی که باعث سوختگی ریشه و اختلال تو جذب عناصر میشن، در حالی که کمپوست به دلیل طی کردن مراحل تجزیه کامل از نظر شیمیایی متعادل تره و برای مصرف مستقیم تو خاک بهتره. مورد پنجم رو هم توی کپشن گفتم. اگه تجربه‌ای در مورد استفاده از کودهای نپوسیده دارید برامون کامنت کنید.